امام محمد ابن عمر ابن حسین ابن علی ابن بکر طبرستانی، فقیه و فیلسوف مسلمان، شاعر، ادیب، سخنران، حکیم، بزرگترین خطیب فلسفه جهان، استادی که همگان در مقابله با علم او شکست خورده‌اند. او از بزرگان فلسفه و حکمت و فقه و علوم منقول جهان که در سال 544 هجری قمری در ری متولد شد. وفاتش در سال 606 هجری در هرات اتفاق افتاد. لقبش فخرالدین است و به امام رازی یا امام فخر رازی نیز شهرت دارد. او بر علوم عقلی، نقلی، تاریخ، کلام، فقه، اصول، فلسفه و علوم پزشکی و علوم ادبی عصر خود تسلط کامل داشت. کتاب‌هایش در دوران حیاتش بسیار مورد استقبال قرار گرفته و به عنوان کتب درسی از آنها استفاده می‌شد. پدرش ضیاءالدین عمر آملی از اهالی طبرستان شهر دارالعلم آمل بود که به ری سفر کرد. برجسته ترین دوره زندگی امام فخر رازی در شهر هرات اتفاق افتاده بود و در مجمع درسیش بیش از 2000 نفر دانشمند شرکت می کردند و حتی در هنگام سواری نیز بیش از 300 نفر از فقها و شاگردانش برای بهره بردن از دانش این بزرگوار او را همراهی می کردند. وی در اصول کلام مذهب اشعری و در فروع و فقه مذهب شافعی داشت. به اصحاب ماوراءالنهر و شهرهای بخارا، سمرقند، خجند و چندین شهر دیگر با فقها و علما مناظراتی کرد و بر همه فاق آمد و بر همه پیروز شد و هیچ کس یاری جر و بحث با مناظره با او نبود. در علوم فقه، تفسیر، کلام، فلسفه و طب و ریاضیات و فقه اصولی استاد بود. در تمام این زمینه‌ها تألیفی دارد که تألیفش نیز مثل خودش شهرت اهمیت زیادی پیدا کرد. در سراسر ممالک اسلامی و جهان مورد بحث تحقیق قرار گرفت. امام فخر رازی در اواخر زندگیش در شهر هرات ساکن بود و در آن زمان هرات نیز تصرف محمد رضا شاه خارج شد. وی نخستین کسی بود که از شیوه صبر و تقسیم در کتاب‌های خویش استفاده کرد، به این معنی که هر مسئله را با موشکافی کم نظیری می‌شد. کتاب‌های بزرگی دارد، کتاب‌های بزرگی که هر کدام مانند گنجینه‌ای در جهان هستی می‌درخشد. او آدم ثروتمندی بود و عمارتی بزرگ داشت و مورد احترام پادشاهان و بزرگان بود. امام فخر رازی ذهنی آزاد و مستقل داشت و می‌کوشید که تحت تأثیر هیچ مکتبی قرار نگیرد. امام فخر رازی در عید فطر سال 606 هجری قمری در شهر هرات درگذشت. او بسیار مورد علاقه احترام دولت بخت بود. برگی میگویند به همین سبب فرقه کرامیه به خاطر حسادت به نوعیتش او را مسموم نموده. مرقدش در شمال غرب شهر هرات در سمت غربی متوسط جاده خیابان هرات واقع بوده و زیارت خاص عام می‌باشد. مقبره امام فخر رازی بزرگ فلسفه جهان در زمان و در طول جنگ‌های اخیر و هجوم روس‌ها و افغانستان ویران گردیده، ولی اما در این